وقتی میگن حمله کرده، خیلی خب منم میشنوم دیگه، شما میشنوین، خیلی خب الان باید چیکار کنم؟ همون کاری که قبلا میکردم، زندگیمو باید بکنم. نمیذارم ذهنم واهمه پیدا کنه از این قضیه. چرا؟ چون هر واقعیتی رو بهش واکنش نشون بدیم بهش، انرژی های ما در تطابق با اون واقعیت به ارتعاش در میان. اگه همه دغدغه من از صبح تا شب نگرانی اینه که الان میمیرم، تمام تفکر، همه فکرم معطوف به این موضوعه، همه انرژی ها معطوف به این موضوعه، یعنی انرژی های من داره در همون واقعیتی که من بهش واکنش شدید نشون میدم به ارتعاش در میاد. پس از نظر ذهنی من باید اینو عوضش کنم. یه همچین خبری رسیده، الان چیکار کنیم؟ هیچ، زندگی تو بکن. چرا انرژیام قفل میشه؟ از صبح تا شب بلند میشم حالم بده، وای وضع مملکت بده. خب زندگی مختل میشه، تمام انرژیام باید بیاد تو این حوزه. قرار نیست این اتفاق بیفته. انسان وقتی تو سیستم فایت اور فلایت، ترسیده از یه چیزی، انرژی خلاقش تعطیله. در چه وضعیتی قرار میگیره؟ سروایوال مود، وضعیت بقا. باید جون خودشو فقط نجات بده. همه انرژی‌ها تعطیله، افت کرده به پایین‌ترین سطح انرژی، بقا، ترسیده. اینو میشه بهش خط داد، میشه هدایتش کرد، میشه به اسارت کشید، میشه هر کاری باش کرد. این هیچ بخاری ازش بلند نمیشه، خیال راحت.